سال 1954 تو فرودگاه هاندا توکیو یک مرد خیلی شیک پوش وارد فرودگاه میشه، از گیت رد میشه، پاسپورتش رو نشون میده، ولی یه مشکلی هست. کشوری به اسم تورت، چنین کشوری اصلا وجود خارجی نداره. مامور اول فکر می‌کنه که 100% یه اشتباهی شده، اما اون مرد مطمئنه که اسم کشورش درسته و میگه که اون کشور بین اسپانیا و فرانسه هستش. اون حتی یه نقشه نشونه مامورا میده که تو اون نقشه کاملا کشورش مشخصه، اما تو هیچ نقشه دیگه وجود خارجی نداره. مامورا خیلی مشکوک میشن، اون مدارکش کاملا واقعی بود، اما یه کشور خیالی مگه میشه؟ پس اونو توی اتاق هتل با 2 تا نگهبان جلو در اتاقش نگه میدارن، اما فردا صبح که در اتاق باز میکنن هیچ اثری از اون مرد نیست. مرد ناپدید شده بود بدون اینکه هیچ راه فراری وجود داشته باشه، نه اثری از فرار بود، نه رد پایی، نه هیچی نبود. انگار اصلا هیچ وقت اون مرد وجود خارجی نداشته. نظر شما چیه؟ به نظرتون یه دنیای موازی اومده بود، یه سفر در زمان بود، یا یه حقه عجیب بود؟ چی میتونه باشه؟ هیچ کس هم هنوز هیچی نمیدونه. اما یه سوال همیشه باقی میمونه که مردی که از هیچ کجا اومد کجا رفت؟